گاهی میرفتم پیش یه پیرمرده بود مینشستم، یه آدم خیلی آرومی بود، با هم صحبت میکردیم آروم میشدم. از اون دنیا دیده های قدیمی کنار یه چشمه یه جا رو حفاری کرده بودن برای گنج. گفتن اینجا هم که گنج داشته بردن همون. گفت این قرار بود اینجا بپوسه، حالا یکی برد اینا خورد که نوش جونش، بهتر از اینه که زیر خاک بپوسه. که حالا رفیق یه ماشین داره داخل اون پارکینگ، داخل اون بنگاه گرد و خاک میخوره، بذار یکی بخره سوار شه، چه اشکالی داره؟ یه خونه همینطور خالیه، کسی داخلش نیست، یکی بتونه بخره داخلش زندگی کنه. اونجا فهمیدم اون آدمی که آرامش داره برای همه میخواد، برای همه خیر میخواد، برای همینه که همیشه آرومه. اگه میخوای آروم باشی، به اون آرامشه برسی، باید برای همه بخوای.